امروز میخوایم به زندگی رونالدو، این بازیکن 187 سانتی متری بپردازیم. در جزیره ماریای پرتغال در میان خانواده‌ای فقیر پسری به نام کریستیانو متولد. گویی که سرنوشت او از همون ابتدا توپ فوتبال را در دستان او قرار داد. کریستیانو با شور و شوقی وصف‌ناپذیر در خیابان‌های سنگ فرشاده فونوچال با دریبل‌های ظریف و شوت‌های سرکش تار و پود فوتبال را به رگ‌هایش می‌کرد. استعداد ناب او در 8 سالگی چشم استعدادیاب‌های آندرون‌ها را خیره کرد. دریبل‌های او گویا رقص‌های موزونی بر روی چمن بود و شوت‌هایش طوفانی سهمگین در دروازه حریف. 12 سالگی نقطه عطف زندگی کریستیانو بود. او به اسپورتینگ، یکی از غول‌های فوتبال پرتغال می‌رفت. گویا مسیر پرپیچ و خم اما روشن در مقابل چشمانش گشوده شد. در 18 سالگی به باشگاه منچستر یونایتد میره، سرشناس ترین باشگاه جزیره بریتانیا. طلوع ستاره جدید را در آسمان فوتبال خود نظاره کرد. کریستیانو رونالدو با دریبل‌های ویرانگر و حرکات تکنیکی خیره کننده قلب هواداران شیاطین سرخ را تسخیر کرد. در 6 فصل حضور در منچستر یونایتد 3 قهرمانی لیگ برتر کسب کرده، 1 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، 1 قهرمانی جام جهانی باشگاه‌ها ثمره تلاش و پشتکار این جوان پرتغالی. به نظر من بهترین دوران رونالدو، بهترین دوران فرگوسن و بهترین دوران منچستر یونایتد دقیقاً همین 6 فصل. اما این پایان کار نبود. در سال 2009 رئال مادرید با رکورد شکنی در دنیای نقل و انتقالات کریستیانو را به سانتیاگو برنابئو برد. 9 فصل درخشان در پایتخت اسپانیا، 2 قهرمانی لالیگا، 4 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و 4 جام جهانی باشگاه‌ها گواه بر عظمت و ابهت کریستیانو در دنیای فوتبال و در کنار این تیم به کلی دستاوردهای انفرادی رسید و یکی از جذاب‌ترین رقابت‌های دنیا، یعنی بازی ال کلاسیکو، بازی بین رئال و بارسا را رقم زد و به مدت 9 فصل بازی‌های جذابی بین مسی و رونالدو رو با هم شاهد. اما تو تصمیم بسیار عجیب در سال 2018 رونالدو به یوونتوس پیوست. بانوی پیر ایتالیا خواهان تجربه جادوی کریستیانو شده. 3 فصل حضور در سری آ، 2 بار قهرمانی در این رقابت‌ها و رکوردشکنی‌های پیاپی نشان از روحیه تسلیم ناپذیر این اسطوره فوتبال. اما رونالدو نتونست با این شرایط کنار بیاد و واسه بازگشت به دوران اوج خودش تصمیم گرفت به باشگاهی که باعث اوج خودش شده بازگشت به منچستر یونایتد. اگرچه با انتظارات همخوانی نداشت، اما عشق کریستیانو به اولترافورد آستان عاشقانه دنیای فوتبال را رقم زد. در سال 2023 رونالدو به النصر عربستان پیوست. مقصد جدید این مهاجم پرتغالی گویا کریستیانو در جستجوی چالشی جدید راهی سرزمین ناشناخته شد. تصمیمی عجیب که باعث شد که بینندگان بیشتر به فوتبال عربستان علاقه‌مند شدند تا بازی‌های او. کریستیانو رونالدو 5 بار برنده توپ طلا شده، 4 بار برنده جایزه بهترین بازیکن سال فیفا شده، 5 بار برنده جایزه بهترین بازیکن سال اروپا شده، 4 بار برنده جایزه کفش طلای اروپا شده، با 140 گل بهترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان اروپا و با 128 گل بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فوتبال‌های دنیا و پرتغال، اسطوره‌ای بی‌بدیل در دنیای فوتبال. اما کریستیانو فقط یک فوتبالیست بزرگ نیست، او پدری فداکار، انسانی نیکوکار و سفیر صلح یونیسف است. تعهد، تلاش و پشتکار بی‌وقفه او الهام بخش میلیون‌ها نفر در سراسر جهان. داستان کریستیانو رونالدو داستانی از فقر تا ثروت است، از تلاش تا افتخار، از خاک تا قله جهان. گویی که او با هر دریبل، هر شوت و گلی که به ثمر میرساند به جهانیان میگوید هیچ چیز غیر ممکنه. اگه از این سبک ویدیوها خوشت اومد، لطفاً ویدیویی که بهت پیشنهاد میشه رو حتما نگاه